سلام بچه‌ها. امروز اومدیم با یه ویدیو جدید و تست آب نبات‌های ترش که اول ویدیو رو حتما ویدیو رو لایک کنید و کانال سابسکرایب کنید. بچه‌ها بهش میگن ترش‌ترین آب نبات جهان. آره، ادعا داره که ترش‌ترین آب نبات توی جهانه و 3 تا درجه داره. بذار بگم این که نرماله، این مدل یعنی من متوسطه، ولی این خیلی ترشه این لایه و میگه لایه اولش سوپر ساور استایل کندی. خب یه آب نبات ترشه کلا. میگه داخلش چیز خاصی نیستش ولی روش ترشه، اما لایه وسطش هم اکستریم ساور پاودر، یه پودر ترشی داره. حالا بریم ببینیم. خب یا خوب ما رنگای دیگه رو تست کردیم. حالا نمیدونم این طعمش هم تست کردیم. نه اینو تست نکردیم، اما من فکر کنم خیلی تست کردم چون من خیلی از اینا خریدم. بازش کنیم. آره اینو خوردیم دوتامونه. البته اون زرد بود. رنگش تازه اومده. نکنه اینه بچه، نکنه این آخری است یا خدا. و 6 تا هم طبق معمول داخلش داره. خب بریم تستش کنیم. صدای یاس کردنش هم نه، با صدای یاس کردنش هم خیلیشی داره بزنیم. خب بازش کردیم. اوه توش قرمزه. او مای گاد. بندازیم. یا خدا. 1 2 3 مزهش معمولیه. زد. واسه پوسته هم نخوریم. زد. میگیم معمولیه. بچه من یه دیگه برم بیام. من میگم چرا زده دورش شیرینه بعد اینجاش ترشه. عادی شد. مزه آب نبات پرتقالی میده ولی خیلی ترش بود. ولکن بچه ها، امیدوارم از دیدن این ویدیو بچه وایسا از یک تا به ترشیش چون برای شیرین میشه زیاد خاصی نیستش. 7 میدم. من 8 میدم چون یه دفعه ترش شد. آره مثل بچه ها ارزش امتحان کردن برای یه بار داره ولی زیاد نیست. قیمتش هم 30,000 تومنه. به نظر من نمیارزه. ممنون از دیدن این ویدیو. خدافظ. خدافظ.